آرتور اشک قهرمان افسانه‌ای تنیس ویمبلدون به خاطر خون آلوده‌ای که در جریان یک عمل جراحی در سال 1983 دریافت کرد به بیماری ایدز مبتلا شد و به بستر مرگ افتاد. او از سراسر دنیا نامه‌های محبت‌آمیزی دریافت می‌کرد. یکی از اونها نوشته بود چرا خداوند تو رو برای چنین بیماری دردناکی انتخاب کرده؟ آرتور در پاسخش نوشت در سراسر دنیا بیش از 50 میلیون کودک بازی تنیس را آغاز می‌کنند. حدود 5 میلیون نفر از اونها یاد می‌گیرند که چگونه تنیس بازی کنند. از میان اونها قریب 500,000 نفر تنیس رو در سطح حرفه‌ای یاد می‌گیرند و شاید 50,000 نفر در مسابقات شرکت کنند و 5,000 نفر سرشناس می‌شوند و 50 نفر به مسابقات ویمبلدون راه پیدا می‌کنند. 4 نفر به مسابقات نیمه نهایی می‌رسند و 2 نفر به فینال. اون هنگام که جام قهرمانی رو روی دستام گرفته بودم هرگز نگفتم خدایا چرا من؟ و امروز هم که از این بیماری رنج میکشم هرگز نمیتونم بگم خدایا چرا